کانال خودتون. امروز میخوایم با زنبور آشنا بشیم. قبل از که بریم لایک و ساب یادتون نره. این حشره نقش مهمی در طبیعت داره. با گرد افشانی باعث رشد گلها و گیاهان میشه. 16,000 گونه از این حشره وجود داره. روز 20 ماه می ماه زنبوره. این حشره به صورت گروهی زندگی میکنن. اولین زنبور ملکه، دلیل تخم‌گذاری از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. زنبورهای کارگر در جایگاه دوم قرار میگیره که وظیفه آنها حفاظت از کندو و جمع‌آوری غذاه. در جایگاه سوم زنبورهای نره که کارشان بارور کردن ملکه زنبوره. انواع گونه‌های زنبور عسل معمولی یا اروپایی که در ایران هم هست که به راحتی میتونه عسل مورد نیاز کشورهای مختلف را درست کنه. از این حشره تاکنون 4 گونه شناسایی شده. نژاد درشت، این نژاد به 2 دسته نوع عسلی و غیر عسلی تقسیم میشه. جثه بسیار بزرگ داشته و به هنگام پرواز به راحتی دستها و پاهای این حشره با چشم معمولی ببینید. نژاد هندی، در هند، چین و ژاپن بسیار بیشتر، تقریبا کمی بزرگتر از زنبور عسلی معمولی است. نقش بسیار مهمی در تولید عسل داره و سلولهای آن از موم زنبور عسل معمولی کمی کوچکتره. نژاد سرخ یا گاوی مخصوص شهرهای جنوبی ایرانه که جثه بزرگ داره. به اندازه 5.5 سانتی متری هم مشاهده میشه. در نور آفتاب کاملا به رنگ قرمز دیده میشه. اروپایی و آسیایی تقسیم میشه. زمانی که ملکه کندو بمیرد، زنبورهای کارگر زنبور ماده‌ای را انتخاب میکنند و با دادن غذاهای بسیار به او جثه او را از دیگر زنبورها بزرگتر میکنه، او را ملکه میکنه. زنبورهای کارگر زمانی که برای جمع‌آوری گرده‌های گل برای ساخت عسل به طبیعت روی گلها به خواب میروند و منظره زیبایی ایجاد میکنه. این حشره به اقدام به نیش دادن میکنند، در حالی که نیش در بدن انسان میمونه یا حیوان میمونه دیگر توانایی جمع‌آوری شهد گل را نداره، نمیتونه ملکه را بارور کنه. به همین دلیل به هنگام نیش دادن تنها 24 روز پس از آن زنده میمونه. این حشرات هم میتونه باعث مرگ انسان‌ها بشه و جزء دسته خطرناک ترین حشرات قرار بگیره. یکی از نژادهای خطرناک زنبور سرخ گل‌پیکر ژاپنی. طول بدن به 5 سانتی متر میرسه. 40 نفر به اثر نیش این حشره جان خود را از دست میدهند. از هیچ موجود زنده بزرگتر از خودش نمیترسه. بچه‌ها مرسی تا اینجا همراهمون بودید. لایک و ساب یادتون نره، کامنت هم بذارید. لایک و کامنت یادتون نره. تا ویدیو بعدی بدرود.